رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اذا آتاکم من ترضون عن دینه و خلقه فزوجوه. کسی اگر آمد و شما از دینش و اخلاقش خوشتان آمد. اینجا یک نکته خیلی باریک است، من خدمت شما عزیزان بیان میکنم. بعضی از خواهران گرامی ما از این حدیث فهمیدن که هر ملایی، هر دعوتگری، هر انسان رسانه‌ای آمد مثلا قیافه خوب داشت، زبان خوب داشت، عالم دین بود، خلاص من باید با این ازدواج بکنم که این مستقیم منو به جنت میبره. اینطوری نیست. من اتفاقا یک برنامه‌ای که بارها تصمیم گرفتم که اجرا بکنم که عنوانش باشه خواهر گرامی فریب عمامه و عبا و قبا و ریش را نخور. امروز خیلی از خواهران ما، چون دعوتگران ما، علمای ما این احادیث رو یعنی با شرح کامل به مردم نفهماندن. گفتن که من ترضون عن دینی و خلقی فزوجوه. هر کسی که دیدید دیندار و خوش اخلاق بود به او دخترتان را بدهید. نه اینطوری نیست. این حدیث رو دقت بکنید. این حدیث، تفسیر این حدیث، ترجمه دقیق حدیث رو من برای شما بیان میکنم. بعد این خواهر مسلمان ما میاد یک دعوتگری رو در یک تلویزیونی میبینه، در یک جایی میبینه، بعد یا تماس میگیرن در یک گروه واتساپ جایی، سوال میکنه اول، بعد از اون خوشش میاد، بعد از اون خلاصه به مسیج بازی اینها میرسه، آیسته خواستگاری میشه و بعد از اون یعنی خواهرانی بودن که من خودم شاهد بودم، میگه کافی است که فلانی با من ازدواج بکنه، فقط همین که ایشون همسر من باشه، من هیچی نمیخوام. نه این زندگی نیست، این حیات نیست، این ازدواج نیست. این احساساتی نشوید در مسائل ازدواج. از عاطفه کار نگیرید. اکثر خواهران ما که فریب میخورن دلیلش این است که زنها طبیعتاً به مسائل به دید عاطفه میبینن، به دید احساسات میبینن، برعکس مردها که به مسائل خاصاً به ازدواج و به این مسائل به دید چی میبینن؟ عقلانی تر میبینن. به طور مثال وقتی که بلاوی که شیخ الاسلام باشه، وقتی که یک زنی، یک دختر جوانی با این تماس میگیره، اولین چیزی که در ذهن این خطور میکنه میگه چی میشد اگر این همسر من میبود، یا چه بشه اگر من با این ازدواج بکنم. این عیب در یک عالم دینی یا دعوتگر نیست، این طبیعت مرد است. ما داریم از مرد و زن صحبت میکنیم. این مرد و زن ولو پیامبر باشه، صحابی باشه، تابعی باشه، شیخ الاسلام باشه، امام مذهب باشه یا یک مسلمان عادی باشه، مرد است. زین للناس حب الشهوات. ما زینت بخشیدیم در وجود انسانها شهوات رو، شهوت مرد نسبت به زن، شهوت زن نسبت به مرد الی آخره. اینو خداوند در وجود یک مرد امروز شیخ الاسلام عالم دینی بیاد بگه من وقتی یک زنی رو ببینم هیچ تأثیری در من نمیکنه، پس تو مرد نیستی. اینو خداوند در وجود مرد قرار داده. اما ایمان انسان رو کنترل میکنه، تقوا انسان رو کنترل میکنه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میگه که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به مردان مؤمن بگو چشمانشان رو بپوشانن، نه اینکه کور برن راه برن، نه، یعنی چشمتون رو برگردانید از نامحرم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و بگو به زنان مؤمن که چشمان خودتون رو از نامحرم نگه دارید. پس چی میشه؟ اینا با همین مرد در اولین نگاه همیشه به چی فکر میکنه؟ به شهوت فکر میکنه، به اصطلاح این فکر میکنه که ازدواج بکنه، به فکر میکنه که مثلا با این زن همبستر بشه و این واقعیت هست. یعنی نباید این چیزها رو انکار کرد. زن همیشه چی فکر میکنه؟ یک دختر چی فکر میکنه؟ به عشق فکر میکنه، به محبت فکر میکنه، به وفا فکر میکنه، به تدین فکر میکنه، به اخلاق فکر میکنه. این مسائل معنویات بیشتر برای زنها مهم هست. به خاطر همین ببینید مردان صاحب منصب، صاحب خلق، صاحب پول، صاحب جایگاه در جامعه بیشترین خواستگاران را از طرف زنها می داشته باشن، چون همیشه زنها به این مسائل به شکل عاطفی نگاه میکنن و مردها به شکل عقلانی نگاه میکنن. هدف زن این است که با او زندگی بکنه، به اصطلاح به آرامش برسه. هدف مرد اینه چطور شهوت خودش رو در اونجا به اصطلاح ارضا بکنه. به خاطر همین خواهران ما فریب نخورن. مرد است، شیخ الاسلام باشه، یک مسلمان عادی باشه، امام مسجد باشه یا صحابی و تابعی باشه، همه اینها شهوت دارن، همه اینها نگاهشون به جنس مخالف
آن نگاهی است که الله سبحانه و تعالی در وجود یک مرد قرار داد. زین للناس حب الشهوات. کافی است همین آیت که در وجود انسان ها شهوت رو الله سبحانه و تعالی زینت بخشیده. شهوت به زن، شهوت به مال، شهوت به منصب. این همه جنگ ها و خونریزی ها به خاطر چی است؟ به خاطر رسیدن به قدرت. بعد از اینکه به قدرت رسید چی به دست بیاره؟ مال. بعد از اینکه قدرت و مال به دست آورد چی کنه؟ شهوتش رو ارضا بکنه. کل این درگیری های دنیا سر همین مسائل است. پس الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا آتاکم من ترضون عن دینی و خلقی، یعنی کسی که بیاید خواستگاری بکند و شما از دین و اخلاق او راضی باشید. خیلی نکته باریک است در این حدیث. نگفته که من آتاکم ذات دین و ذات الخلق فزوجو، کسی که دندار و خوش اخلاق آمد دخترتان را بهش بدهید. نه، میگه من ترضون عن دینه و خلقه، یا من ترضون عن خلقه و دینه، کسی که از دین و خلقش شما راضی باشید. مثلا یک انسان دیندار اومد و اتفاقی که افتاده، آمد از یک دختری خواستگاری کرد. دخترم دید که تا شیخ فلان ابن فلان است، گفت آمنا سلمنا، تمام شد دیگه، من دیگه الان مستقیم بدون واسطه وارد بهشت میشم. هم خوش اخلاق و هم دیندار. شیخ امام مسجد، قاری قرآن، ازدواج کرد. بعد از ازدواج 1 سال بعد طلاق گرفت. گفت زندگی من در 1 سال تبدیل به جهنم شد. چرا؟ بخیل بود. چطور؟ والله 10 روپیه میداد 10 بار حساب میگرفت. زندگی اصلا امکان نداشت با این شخص. پس آمادگی برای یک عروسی اسلامی از خواستگاری شروع میشه که کسی که از دین و خلق شما راضی باشید، نه اینکه آدم دیندار و خوش اخلاق باشه، از دین و اخلاق شما راضی باشید. شاید یک آدم بسیار دیندار است اما مثلا سفر رو دوست داره، زنشو میذاره مثلا در سال 6 ماه سفر است. یکی از خواهرها تماس گرفته بود، میگفت که شما نصیحت بکنید این شوهر دعوتگر و دیندار من رو که حتی میگه وقت خداحافظی کردن همونطوری که در برنامه‌های تلویزیونی صحبت میکنه. خب بینندگان عزیز و گرامی، تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود. الله یار و نگهدارتون. می دم در اینطوری با من خداحافظی میکنه، از بس که هوا عوضش و فکرش و همه چیزش دعوت است. دم در. خب همسر گرامی، تا دیدار بعد که بعد از این که از این سفر دعوتی برگشتم شما رو به الله بزرگوار میسپارم. میگه زندگی نمیشه. نه، این زن برای این با تو ازدواج کرده که تو باهاش خونه بسازی، کانون گرم زندگی داشته باشید. پس از اینجا شروع میشه.